من در مورد شاپور میخوام صحبت کنم که مردم شاپور قیام کردن بر علیه امام اول شیعیان خلیفه چهارم، چرا که بسیار بسیار سخت به مردم ایران میگرفت، مثل همین روزایی که ما داریم در جمهوری اسلامی تجربه میکنیم. سردار مسلمان رو میفرسته به اونجا برای سرکوب. سردار مسلمان در اونجا زخمی میشه و کشته میشه بعدش، و وصیت میکنه که مردم اونجا رو قتل عام بکنن و همین کار انجام میشه. با خودتون صادق باشید، اینها به جز خونریزی برای ما چیزی نیاوردن. بفرستید برای اونهایی که همچنان در خواب غفلت دارن زندگی میکنن که تنها و تنها راه آزادی آگاهی است. میگه مردم شاپور بر علیه حضرت علی قیام کردند. خب این بر چه اساسی این حرف رو میزنی؟ به شما ربطی نداره. خب سردار مسلمانان رو حضرت علی فرستاد تا مردم شاپور رو سرکوب کنه. خب این رو بر چه اساس میگی؟ این رو بر اساس تاریخ طبری جلد 5 صفحه 2011 میگم. همین منبع چیزی که خودش آورده، آدرسی که خودش آورده. پروفسور، تاریخ طبری جلد 5ش کلا 627 صفحه است. بقیه صفحات رو از کجا آوردی شما؟ اینقدر که اینا خزعبلات بافتن به خورد ملت دادن، حساب بگیم تو تاریخ طبری اومده جلد 5 صفحه 2011. از کجا میرن نگاه کنن؟ نمیرن نگاه کنن که قبول میکنن. اینا اینجوری هن. این مدلی هن. آدرس دادنشون